الو. الو سلام عزیزم، چطوری؟ چه خبر؟ سلام عزیزم. چی بگم، خبر خوبی ندارم. دیشب ساعت 3 چنان همسرم با درد کلیه بیدارمون کرد که همه شوکه شدیم و تا همین 20 دقیقه پیش بیمارستان بودیم. فعلا با کلی دارو و مسکن آروم شدم. هر دم و درمونی که بگه انجام دادیم، ولی بنده خدا مدام درد میکشه. ای بابا، ببین عزیزم، دستگاه آب قلیایی خیلی میتونه بهش کمک کنه. اصلا چرا من توضیح بدم؟ خودت این نمونه درمانی رو ببین. خیلی مشکلات داشتم. یکی مشکل کلیه داشتم که سالهایی که کلیه من سنگساز بوده. دوبارم جراحی کردم و دیگه بعد از جراحی کلیه راستم شنساز بود. نزدیک 20 ساله که من دارو میخورم. از وقتی آب میخورم، یک ماه پیش که رفتم چکاپ، من کبدم گرید 3 بود، کبد چرب بودم، شده گرید 1. سنگ کلیه هم کلن خوب شده که من خودم تعجب کردم دیگه. هیچ نه کلیه من ورم داره، نه سنگ داره، نه شن داره. با این آب خیلی خوب شده. ما خیلی راضییم. این آب خیلی خوبیه. انشالله که همه بتونن استفاده کنن و نتیجه بگیرن. چه جالب، نمیدونستم درمان سنگ کلیه با دستگاه آب قلیایی به این راحتیه. تازه میدونستی که سنگا رو بدون درد و خونریزی میتونه دفع کنه؟